اگه مامانت ایرانیه حتما این ویدیو رو ببین. اگه امتیازت 100 شد یعنی 100% مامانت ایرانیه. اگرم 0 شد احتمالا مامان خارجی داری. برو بریم. اگه مامانت اعتقاد داره سوپ غذاست 10 امتیاز میگیری. اگه مامانت یه عالمه ظرف و دبه پلاستیکی داره که همیشه اونا رو تو کابینت فشار داده 10 امتیاز. این ظرف و ظروفا مثل ناموس مامانا میمونه، فقط کافی از خونه خارج کنی و بر نگردونی، اون موقع است که پارت میکنه، جرت میده. اگه مامانت تا حالا یه بار بهت گفته مادر نشدی که بفهمی 10 امتیاز میگیری. اگر تو هم مثل من عاشق مامانتی 2 بار بزن رو صفحه ویدیو رو لایک کن، کانالمون هم سابسکرایب کن، گممون نکنی و 10 امتیاز هم بگیر. هر بیماری که سرت میاد مامانت معتقده که سرت چون تو گوشیه 10 امتیاز میگیری. من خودم یه بار یوبوست گرفته بودم، مامانم میگفت چون سرت تو گوشیه. هنوز علم پزشکی نتونسته به این قدرت نظریه مامان من پی ببره. پاسخ بده. اگه مامانت تا حالا بهت گفته خواستگار زیاد داشتم ولی نمیدونم چی شد که به بابات جواب دادم 10 امتیاز میگیری. همه این خواستگارایی هم که داشتن اکثرا خلبان، مهندس، دکتر و شغلای خیلی کلون بودن، اما بابای ما رو انتخاب کردن. اگه مامانت همیشه تو رو با بچه فامیل مقایسه میکنه 10 امتیاز میگیری. البته قبلا مقایسه میکردن، الان انقدر بچهای فامیل تر زدن که دیگه با اونا هم نمیشه مقایسه کرد. اوضاع خیلی خرابه. اگه هرچی تو اتاق گم میکنی مامانت معتقده که چون اتاق تو تمیز نمیکنی همه چی گم میشه 10 امتیاز میگیری. من یه بار یه چیزی رو گم کرده بودم، به مامانم گفتم مامان بیا این چیزو پیدا کن. گفت اگر بیام خودم پیداش کنم پارت میکنم. اگر مامان تو هم تا حالا اینو بهت گفته 10 امتیاز میگیری. اگه مامانت بهترین دستپخت دنیا رو داره 10 امتیاز میگیری. مامان ایرانی یعنی بهترین دستپخت دنیا، بهترین بانوی دنیا و بهترین فرد زندگی هر کس. امتیازتو کامنت کن، یه بوسم از مامانت بگیر.